درود دوستان، خوش آمدین به یوتیوب چینل فارسی علی خاوری. تاریخ 22 اپریل سال روز تولد یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ بشریت یعنی امانوئل کانت است. این ویدیو هم اختصاص یافته به یک معرفی مختصر از جناب کانت. امانوئل کانت به تاریخ 22 اپریل سال 1724 متولد شد و به تاریخ 12 فوریه سال 1804 وفات یافت. یعنی تقریبا 302 سال قبل متولد شدند و 222 سال قبل وفات کردند. محل تولدش یک شهر است به نام کانیگسبرگ که این وقتایی که کانت زنده بود جزو قلمرو امپراتوری پروس بود و فعلا جزو خاک روسیه هست. فعلا در جمله روسیه می. خب ولی خود کانت یک فیلسوف آلمانی هست. آثارش به زبان آلمانی هست، خودش آلمانی هست. بیایم شروع کنیم از خانوادهش. امانوئل کانت از خانواده اشرافی یا ثروتمند نیامده. پدرش یک زیندوز بود، زین جور میکرد و مادرش هم یک بانوی خانه بود، البته یک خانم بسیار روشن و فهمیده. پدر و مادرش هر دوتایشان پیرو فرقه لوتری مذهب پروتستانت مسیحیت هستند. درست مذهب پروتستان خودش چند فرقه داره، یک از لوتر هست که اون پیرو مارتین لوتر بنیانگذار پروتستانتیسم هست که اینا پدر مادر هم از همون فرقه بودند و هر دوتاشان هم شدیداً متدین بودند و از همینجا چون فرقه خیلی به خوداتکایی و به اخلاق درونی باور دارند، تاثیرش بر کانت هم همچنان مانده. کانت چهارمین فرزند از میان 9 فرزند خانواده هست، اما اولین فرزند هست که زنده میمانه. یعنی 5 خواهر و برادر قبل از او همگی وفات کردند و کانت اولینش هست که زنده ماند. میزان مرگ و میر در جوامع قبل مدرن بسیار زیاد بوده و در دوره مدرن هم تا آخر خیلی زیاد بوده که داروهایی کشف شده، دواهایی کشف شده که مشکلات حل کنه. بحثش یک مسئله بسیار جذابی و در این حال دردآوری هست. اگر علاقه‌مند بودید کامنت کنید، سر از اون بحث میکنیم، بسیار بحث مهمی هست بدانید. خب از مرگ و میر اطفال مگذاریم، بیاییم که کانت پس اولین فرزند خانواده بود که زنده ماند. زمانی که کانت 8 ساله شد، یک کشیشی که در اونجا بود به خانواده پدر مادر کانت توصیه کرد که کانت بگذارن که درس بخونه و همین شد که کانت رفت به یک مدرسه‌ای که زیر نظر امو کشیش بود، رفت اونجا درس شروع کرد در 8 سالگی خود. زبان تدریس در مدرسه به زبان لاتینی بود و همین سبب شد که نه تنها کانت به زبان لاتینی بسیار مسلط شد، بلکه یک علاقه بسیار شدید هم به آثار کلاسیک زبان لاتینی از رومی پیدا کنه که بعدا در تدریسش در آثارش بسیار به کمک کرد. کانت چیز در حدود 8 تا 8.5 سال در این مدرسه درس خواند. خب بین یک کمی در مورد وضعیت صحی و شخصیت و ظاهر کانت صحبت کنیم که چگونه بود. کانت از طفولت خود مریض بوده و مخاطر در طول عمر خود یک رژیم غذایی بسیار سختی را تعقیب میکرد. شخصی قوی و جسه و کلان هم نبوده، چون گفتیم مریض بود دیگه. قدش 5 فیت بوده، این 1.5 متر تقریبا و ظاهر خیلی گیرا و پرابهتی نداشته. اما چیزی که سبب شده که کانت بسیار
بزرگ بسازه، موفق بسازه، اون نظمش است. کانت بسیار شدید و سخت منظم بود، به نحوی که امو افرادی که در شهر زندگی میکردند، در شهرک در حقیقت زندگی میکردند، اونا از ساعت کده بر کانت بیشتر باور داشتند. یعنی نفر پرسان میکرد ساعت چند، به جایی که ساعت سعی کنه سعی میکرد کانت چکار کردنی هست. دو حد منظم بود و همچنان روزانه یک مسیر مشخص بود. در اون مسیر مشخص میرفت و میامد، پیاده‌روی میکرد در حقیقت. بعدن که کانت بسیار معروف شد، اما مسیر هم به نامش ماندن The Philosopher Walk، یعنی مسیری فیلسوف، اما راه فیلسوف. خب امانوئل کانت ازدواج نکرده. خب به این خاطر فرصت بیشتری داشته که تمرکز کنه سر کارهای فکری خود. از اینکه ازدواج نکرده به هیچ وجه نباید چنین استنباط کرد که شخص غیر اجتماعی، شخص بسیار منزوی بوده. نه، بسیار کم اتفاق میفته که غذاهای چشت و شام خود تنها بخوره. معمولا با افراد شهرک با اونا جای غذا میخورده. بسیار اجتماعی بوده، افراد مختلف برای در امورات مختلف با این میمدن، مشوره میکردن، بحث میکردن. یک شخصی مورد رجوع افراد بوده و فلسفه خودم تا حدی زیاد کوشیده، افکار خود کوشیده به نحوی باشه که به درد مردم بخوره، این جهانی باشد، درست است، روزمره‌ای باشد. پس یک شخص شدیداً اجتماعی، خوشبرخورد هست، ولی ازدواج نکرد. از مسائل شخصی و ظاهری و وضعیت صحی نوش بگذاریم، بریم دوباره بر زندگی عمومیش. پس 8 ساله بود که رفت مدرسه، 8 سال هم در مدرسه درس خواند شد، تقریبا دیگه خانه 16 سال. عبد 24 متولد شده بود. در سال 1740 16 ساله که هست، این میره به دانشگاه میره. دانشگاه رشته الهیات درس میخونه. در رشته الهیات درس میخونه و در دانشگاه هست که کم کم به طرف آثار نویسندگان انگلیسی، بلخص ولف و از اون مهمتر نیوتن، اسحاق نیوتن، همون اندیشمند فیزیک قدیم بنیانگذاری کرد، با اونا بسیار گرایش پیدا میکنه. خب شاید براتون جای سوال باشد که کانت فیلسوف به نیوتن فیزیکدان چیکار داره؟ کانت تا خیلی دیره دغدغه اصلیش یا علاقه اصلیش در مسائل ساینسی بوده، بلخص فیزیک و ریاضیات، خاصتا فیزیک. و خیلی از آثار اولیش هم در همین حوزه هست. کانت را که ما فعلا میشناسیم معروف است کانت و یک فیلسوف، کانت است که بعداً به وجود آمده. اوایل کانت علاقهش بیشتر در مسائل فیزیک بوده، مسائل ساینسی بوده. خب در سال 1744 کانت شروع میکنه به نوشتن یک کتاب در مورد حرکت، بازم بخش فیزیک است و این کتاب در سال 1746 نشر هم میشه. در سال 1746 کتابش نشر شده، متاسفانه پدرش وفات میکنه و چون شخص ثروتمند نبوده و خانواده هم چیز زیادی برایشان نمانده، پدرش که وفات میکنه مجبور میشه که ترک تحصیل کنه. دیگه امکانش نیست که بتونه تحصیل خود به پایان برسانه و چون تحصیل خود به پایان نرسانده، نمیتونه که دمو مکتبی مدرسی مرتبط با دانشگاه وظیفه هم احراز کنه. خب چیکار میکنه؟ شروع میکنه به تدریس در خانه، یعنی معلم خانگی میشه که البته معلم خانگی شدن دیگه هم علمیت و توانی بسیار خاص میخواد. هر کس شدن نمیتونه، چون شما میرین داخل یک خانواده در زندگی میکنید و مصارف شما سر نمیغلطه و کل اینا رو تامین میکنه شما. پس یک شخص باید بسیار برجسته و قوی باشه که خانواده شما را به حیث استاد خانگی بپذیره.
کانت از سال 1746 تا سال 1755 یعنی به مدت 9 سال امی شغل ادامه میده و در این 9 سال در 3 خانواده بسیار مهم و مطرح اما شهر کونیگسبرگ تدریس میکنه و این سبب میشه که در این 9 سال ای با افراد بسیار مطرح و مؤثر و جامعه هم آشنا شود. در این 9 سال طولانی ترین سفر عمر خود که در حقیقت چیز در حدود 90 کیلومتر هست از شهری که هست، از شهر 90 کیلومتر بیرون تا اونجا سفر میکنه. دیگه اون طولانی ترین سفرش هست، دیگه کانت سفری نکرده و در شهر کلا زندگی کرده. یعنی زندگیش اگر آثار فکری ایناش رو بانیم به کنار، زندگی شخصیش بسیار زندگی خسته کنی به نظر میرسه. خلاصه خیلی منظم، وقت بیدار میشده، چیزی می نوشته، بعد صبحانه خورده مرفته دانشگاه، بعد پس میمده با افراد نان میخورده، بعد مرفته قدم میزده خواب، خلاصه بعد دوباره چند ساعت نوشتن و بعد دوباره غذا و بعد دوباره خواب. ولی آثار فکریش که بیم آثار بیم بخوان بعد میبینیم که نه واقعا جهان دیگی هست. خب در این 9 سال هست پس کانت طولانی ترین سفر عمر خودم که در حقیقت چیزی در حدود 90 کیلومتر است رو انجام میده و دیگه از او دورتر وقت نرفتم، در شهر کلا زندگی کرده. در سال 1755 9 سال بعد از تدریس به کمک یک از دوستای خود آخر موفق میشه که از دانشگاه فارغ شد. مدرک خودم میگه در حق. وقتی که از دانشگاه فارغ شد در سال 1755 ای در دانشگاه کونیگسبرگ به حیث لکچرر پذیرفته میشه. درست؟ دیگه لکچرر یک درجه بسیار اولیه دانشگاهی است. خب ای به حیث لکچرر اونجا پذیرفته میشه. خب کدام بخش‌ها را درس میده دانشگاه؟ ای به حیث استاد فیزیک و ریاضیات انتخاب میشه. یعنی بستش مضمون تدریس میکنه، مضامینش فیزیک و ریاضیات و مضامین مرتبط به بخش است، کلا ساینسی است. بعد همین رقم آهسته که پیش میره کمک شروع میکنه تدریس بعضی مضامین دیگر مثل منطق، مثل متافیزیک، مثل اخلاق. این مسائل کم شروع میکنه بعداً به تدریس کردن. خب کانت به حیث یک استاد بسیار موفق بود. صنفایش بسیار با نشاط، با انرژی بوده، بحث جریان داشته و بالاخص شیوه بیان خودش خوب بوده و همچنان چون تسلطش بر ادبیات کلاسیک بسیار خوب بوده از او آثار هم استفاده بسیار مناسب میکرده و صنف بسیار یک صنف با نشاط میساخته. پس میانی شاگردان دانشگاه کونیگسبرگ یک استاد محبوبی بود. زمانی که در دانشگاه کونیگسبرگ به حیث لکچرر ادامه تدریس میکنه، 2 بار برای یک مقام پروفسوری درخواست میده ولی متاسفانه هر 2 بار رد میشه. و در این وقتها از چندین دانشگاه دیگه هم برای این پیشنهادی پروفسوری میاد اینجا بیا مثلا دانشگاه دیگه بخش صاحب کرسی شد. از جمله حتی از دانشگاه برلین برای این پیشنهاد میاد. یعنی دانشگاه‌های پیشنهاد میاد که خیلی از اونها از دانشگاه کونیگسبرگ کده به مراتب بهتر هست، دارای جایگاه بالاتر هست. ولی کانت چون آرامش، سکوت، خلوت و فراغت این شهر خوش داشته نمیخواسته جای دیگه بره. خلاص دیگه دمو شغل خود راضی بوده، میخواسته بیشتر وقت داشته باشه که بتونه سری افکار خود کار کنه، ایده های خود به پروانه. به او خاطر او پیشنهادات کلا رد کرد. تا میرسیم در سال 1770. در سال 1770 هست که در دانشگاه کونیگسبرگ ایمانوئل کانت به حیث پروفسور منطق و متافیزیک قبول میشه. یعنی کرسی تدریس منطق و متافیزیک میرسه به ایمانوئل کانت در سال 1770. و تا زمانی که تقاعد نکرده و تدریس نامه میداده همچنان صاحب همین کرسی در دانشگاه باقی مانده. خب گپی دیگه خاصی در دوران نداریم تا میرسیم در سال 1790. قبل از 1790
کانت به خاطر آثاری که می نویسه که بعدا یک مختصر نامش میگیریم خیلی محبوب میشه. افراد بسیار زیادی هجوم میارن به شهر کونیگسبرگ تا با جناب کانت ملاقات کنن. شهر کونیگسبرگ در حقیقت تبدیل میشه به یک معبد روشنفکری، به یک مظهر فکر انسانی، اوج روشنگری. پس هجوم زیاد صورت میگیره در این شهر و همچنان مسئولین امپراتوری پروس هم زمینه زیاد را فراهم میکنه، تسهیلات زیاد را فراهم میکنه برای افراد که بتونن در اون شهر بیان با جناب کانت ملاقات کنند. کانت پس یک شخصیت بسیار محبوب شده در میان تمام همون جمع آلمانی زبانان. خب ولی مثال 1790 هست که وضعیت صحی جناب کانت هم رو به وخامت میره، کم کم مجبور میشه که از بعضی فعالیت‌های خود دست بکشه یا کمتر کنه. ولی به این صورت به این معنی است که وخامت صحی بسیار شدید باشه به نحوی که جناب کانت از پا در بیاره، نه چنین نیست. ولی متاسفانه هست و در اواخر عمر بسیار بسیار زیاد میشه به نحوی که هم برای خودش هم برای افرادی که چهارطرفش هست بسیار زجرآور میشه. و بالاخره جناب کانت به تاریخ 12 فوریه سال 1804، این تقریبا 14 سال بعد از که با مرضی حادث پنجه نرم میکنه، وفات میکنه و در شهر کونیگسبرگ دفن میشه. خب این بود یک بسیار مختصری از زندگی نامه جناب ایمانوئل کانت. بریم یک چند تا اثر جناب کانت را هم بسیار خلاصه نام بگیریم. اولیش هست به نام کریتیک آف پیور ریزن که در فارسی ما میگیم نقد عقل محض. نقد عقل محض. این کتاب در سال 1781 چاپ شده و این کتابی هست که کانتی را ساخت، کانت را معرفی کرد که ما امروز میشناسیم. یعنی کانت، ایمانوئل کانتی که ما امروز میشناسیم در حقیقت بیشتر به خاطر این کتابش است. و این کتاب بسیار مهم هست برای درک اهمیت این کتاب. من فعلا خلاصه فقط دو نکته میگم و اگر علاقه‌مند بودین کامنت کنین، طبعاً با سر دیگه میذارم سر دیگه آثارش هم گپ هست، طبعاً سر زندگیش خیلی مسائل دیگه هست که امکان گفتگو هست. اینجا خلاصش کردیم دیگه. اگر خواستین یک مختصر میشه سرش صحبت کرد، طبعاً دیگه امکان بحث کامل سر از آثار کانت نیست، بسیار پیچیده هست و خیلی بحث مفصل میطلبه. خب دو نکته که میخوام در مورد نقد عقل محض بگویم چی هست. نکته اولی هست که ایمانوئل کانت در سال 1770 زمانی که به حیث پروفسور قبول میشه یک اثری از خود، چون زمانی که شما با یک مقام دانشگاهی پذیرفته میشین یا ترفیع میکنین باید یک اثر در حقیقت اونجا بنویسین و ارائه کنین. کانت یک اثر ارائه میکنه که در اون اثر در حقیقت همون شکل بسیار ابتدایی و کلی چیزی هست که بعداً در معنی کتاب نقد عقل محض آمده. پس ببینین ایده‌ای را که بهش کتاب و به طور کامل، نسبتاً کامل در سال 1781 نشر کرده، ایده اولیه زیر در سال 1770 وقت داشته و هم به نحوی که تونسته به شکل یک تحقیق ارائه کنه. بعد از اون تحقیق، بعد از اون ایده را داشته و تا یک حدی هم سرش کار کرده بوده، 11 سال دیگه زمان مانده که سر از بتونه خوب درست کار کنه، او را به شکل بسیار سیستماتیک و کامل بسازه. چون یک از خوبی های بسیار بزرگی که جناب کانت داره است که بسیار سیستماتیک میاندیشه، مثل انجینرها میاندیشه. خلاصه بسیار سیستماتیک هست، پله هست، خیلی مبهم و گیج کننده نیست. هرچند ورود به جهان کانتی بسیار سخت است، بسیار مغلق از جهانش، ولی اگر اگر تانستن ورود کنین، با کانت ارتباط ایجاد کنین، بعد از اون درک کانت خیلی دیگه سخت نیست، چون خیلی سیستماتیک پیش رفته.
پس ببینیم که سر کتاب خود حداقل 11 سال کار کرده و هم کانت دیگه، درست؟ کانتی که شدیداً منظم هست، استاد دانشگاه هست، پس کارهای اکادمیک با وضعیت اکادمیک کار داره، ازدواج نکرده، مسئله خانواده نداره، وقت فراغت بیشتر داره، هر روز چند ساعت از طرف صبح و چند ساعت از طرف شب می نویسه. همچون شخصی، همچون فردی آمده 11 سال حداقل عمر خود سر کتاب مانده. این حاصلی دلیل 11 سال تفکر و اندیشه هست. نکته دومی که برای کتاب نقد عقل محض بگم این هست که نقد عقل محض کتابی هست که سبب انقلاب کوپرنیکی در فلسفه یا بهتر بگم در معرفت شناسی شد. چنان که دیدگاه کوپرنیک در بخش نجوم و بخش سیارات سبب یک انقلاب شد و دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داد. ما فکر میکردیم که مثلا زمین محور هست و جهان گرد زمین میچرخه، خلاصه دیدگاه را به چالش کشاند و را غلط ثابت کرد. کانت هم همچون کار کرد. که چیکار کرده و بحثش چگونه هست و بسیار مفصل هست، اینجا امکانش اصلا نیست. اگر خواستن در مورد انقلاب کوپرنیکی کانت هم میشه صحبت کرد، اگر لقمان بدیم کامنت کنید، سر از هم میرسیم بخیر. ولی این هست که چون انقلاب را آورد و این سبب شد که ما شروع کنیم به زیستن در جهان کانتی. این از لحاظ فکری، از لحاظ معرفتی ما فعلا در جهان زیست میکنیم که جهان چارچوبی شه. کانت در این کتاب خود طرح کرد. مثلا کتابی شدیداً مهم، حیاتی و دورانساز است. کتاب دومش بسیار مهم هست. خب سخت بگم که بسیار مهم، چون هر اثری از کانت، اکثریت آثار کانت مهم است، ولی خب اون مهمایش که من اینجا لیست کرده. دومیش هست کریتیک آف پرکتیکال ریزن که ما در فارسی گفتیم نقد عقل عملی. اولیش بود نقد عقل محض، ایش هست نقد عقل عملی. درست؟ این کتاب در سال 1788 7 سال بعد از کتابی نقد عقل محض چاپ شده. البته اون نقد عقل محض هم که 1781 چاپ شده، 1783 باز اونجا کانت هم یک تمهیدات نوشت در حقیقت خلاصه از این کتاب بود برای درک بهتر. بعد در سال 1787 ویرایش دوم از کتاب نوشت که تفاوت‌های نسبتاً زیادی با ویرایش اول داره و فعلا در چاپ‌ها معمولاً A و B هر دوتایش میاد، هر دو ویرایش میاد. خب اونش دیگه ما فعلا نگذاریم. در سال 1788 کتاب نقد عقل عملی آمد. خب کتاب نقد عقل محض دغدغه اصلیش معرفت هست. میخواد سر از بحث کنه که ما چگونه میفهمیم، فهم چگونه حاصل میشه، شناخت چگونه حاصل میشه. و سوال یا بحث اساسی کتاب نقد عملی هست که اخلاق چی هست، چگونه اخلاقی زیست کنیم. بحث سر از هست. خب نقد سومی که سگان نقدی کانت مشترک است، سومیش هست کریتیک آف ججمنت، در فارسی ما گفتن نقد قوه حکم. خب نظر اکثریت کانت شناسایی هست که یعنی کتاب سوم نقد سوم در حقیقت یک نقد مستقل نیست. این در حقیقت زمایی همون دو نقد قبلی هست، یعنی بحثای از دو نقد مانده بوده که کانت را آورده باز در این نقد بحث کرده سرشون. پس در دقیقه اصلی کانت دو حوزه بوده، حوزه معرفت و حوزه اخلاق. درست؟ طبیعتاً بسیار گربی خلاصی هست، شاید امکان سوی برداشت هم شود، ولی کلیات شمی هست، طبیعتاً منیز بحث زیاد هست. کتاب دیگه‌ای که نوشت و یک کتاب بسیار جنجال‌ساز شد دوره خود هست به نام Religion Within Limits of Reason Alone. متاسفانه ما دقیق نمی‌فهمم در فارسی چی ترجمهش کردن، حتما ترجمه شده ولی من متاسفانه نمی‌فهمم در فارسی ترجمه کردن. در انگلیسی میشه که اگر ترجمهش کنم من مطابق از لغات میشه که دین در محدوده عقل محض. الان مثلا لغات میشه تنها، ولی بهتره محض معنی کنه بهتره، پیور معنی کنه بهتره. دین در محدوده عقل محض. خب پس اینجا آمده که دین را بررسی کرده با کمک عقل مسلط کرده بر دین در حقیقت. و این تحقیق و این کتاب امانوئل کانت
سبب بسیار جنجال شد. ارباب کلیسا بسیار جنجال کردن، سر صدا خستاندن که این رقم و رقم گپا، و این سبب شد که امپراتور پروس شاه فردریک دوم دخالت کنه و کانت قانون بسازه که دیگه دی مسائل چیزی نبینویزه، نه صحبت کنه. و کانت هم تعهد سپرد که من دیگه این کارا رو در این حوزه کار نمیکنم. پس به می شد که غایله به حد خوابید و بحث کم کم رفت به حاشیه. ولی شاه فردریک دوم در سال 1797، 4 سال بعد از انتشار کتاب، نشر کتاب، وفات کرد. و کانت آمد گفت که خب من تعهد ما در مقابل پادشاه بود، شخص پادشاه، و چون دیگه شخص پادشاه وفات کرده، دیگه من خودم تعهدی هم به مقابل کسی ندارم، میام دوباره در این حوزه کار میکنم. و مش سال بعدیش در سال 1798 که در حقیقت یک آخرین کتاب مطرح و مهمی کانت هست به نام جدال دانشکده ها، در انگلیسی میگن The Conflict of Faculties، در فارسی میگن به نام جدال دانشکده ها. و کتاب نشر میده که باز دوباره بحث اصلیش سر مسائل دین و گپ هست. بعد از او کانت آثار نوشته، ولی آثار متاسفانه به شکل یک کتاب در نیامده چون کامل نشده بوده، ولی او آثار جسته گریخته داشته که خیلی هاشون شاید نزدیک بوده به شکل کتاب هم در بیایه. اونا در مجموعه آثاری که از من کانت که در به نام برلین ادیشن یا ویرایش برلین جمع شده، 2 جلد آخرش کلا نمی آثار آخر عمریش هست که اونا به شکل کدام کتاب منظم در نیامده. این بوده چند اثر مؤثر مطرح و مهم کانت که من فقط یک نامش گفتم، دیگه متاسفانه بیشتر از امکانش فعلا نیست. در مورد هر یک از آثارش، هرچند من یعنی آخرش صادقانه خود من هم هنوز نخواندم، محتویاتش هم خودم متاسفانه خبر ندارم، علاقمند هستم بخونم. اگر شما هم علاقمند بودین در مورد آثارش یا در مورد یگان مسئله زندگیش، حتما کامنت کنین، با هم اونا را هم بررسی میکنیم و بهتر بفهمیم کانت. خب بیپوت میرسیم به پایان ویدیو. این ویدیو در حقیقت هدفش بود که یک یادبودی شود از جناب امانوئل کانت که یک فیلسوف بسیار بزرگ و مؤثری است در جهان ما، و همچنان یادآوری و یادبودی جناب کانت سبب شود که ما هم بیشتر به اهمیت خود پی ببریم و ظرفیت هایی که در درون تک تک ما انسان ها نهفته هست که هر کدام ما در صورت استفاده خوب و مؤثر و دوامدار میتونیم کارهای بسیار بزرگ را انجام بدیم، به او پی ببریم و یک انگیزه برای ما خلق شود، یک مسیر برای ما مشخص شود، یک دورنما مشخص شود که بتونیم در این جهان سرد معنا برای خود خلق کنیم و دنبال هدفی باشیم. امیدوار هستم مباحث برای شما مفید بوده باشد. هر جایی سوال بحثی بود حتما کامنت کنین، ویدیو را هم لایک کنین، اگر هنوز چینل را سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و همچنین ویدیو را با دوستا و با شناسایتان شریک بسازید. وقتتان خوش.